بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فرزند رو هم آداب و اخلاقش تربیت و تعلیم، یعنی علمش، فرهنگش، معرفتش، این سعادت دنیا و آخرتی هر انسان است. امام مالی رحمت الله علیه در یک اثرش میگویند که اذا اردت الدنیا فعليك بالعلم و اذا اردت الاخره فعليك بالعلم و اذا اردتهما معا فعليك بالعلم. اگر دنیا میخواهی، زندگی آسوده و سعادتمندی و خانه آباد و یک زندگی خوشبختانه میخواهی، علم آموز. چرا که به بیسوادی نمیشود. بیسوادی سرسونی و سرگردانی هست. علم نور است، انسان را در دنیا و آخرت کامیاب میکند. حالا میگوید که آخرت جنت میخواهی، علم آموز. چرا که با پرقرآن عبادت های پرقرآنه انسان را نجات نمیدهد، انسان را کامیاب نمیکند. با علم انسان قصرهای در جنت میسازد. و میگوید که هر دو میخواهی، علم آموز. چرا که به علم نمیشه. حالا فرزندان را وقتی که شما هم تعلیم هم تربیه بدید، 30 سال به جای میرسد. از 30 سال که به جای رسید، فرزندی تربیه شده و با فرهنگ و با معرفتی داشته باشید، همچون مغز نان برای چشم دیدن میبردارد. من دیروز یک واخری در پیرانسالخانه مرکزی به صاحبو بگیم یا به سرپرستو بگیم، در اونجا واخری داشتیم. بعضی از سالخورده ها، مرد یا زن، صحبت کردن 4، 5، 6 فرزند دارن، لیکن بردن پرداختن سراغشون نمیکنن. سالش، حالا ماهش نیست، سالش وقتی یک بار نمیرن سراغ کنن که چی حال دارن. برای چی؟ و خاطری که نه تربیه کردن نه تعلیم دادن. فرزند به مانند یک نهال است. اگر در همون 30 سالی تربیه، اگر تعلیم و تربیه وقتی که تربیه نکردی، اون دیگر نمیشود. حالا بعضی متاسفانه میگن جوان است، ما دیگر بخرد بزند بگردد. بعد که 3 سالش به جای رسید، بعد دید که دیگر تماما از همه حد و حدودها و از تمام مرزها گذشتگی هست، میخواهد که اصلاح شود، دیگر اصلاح نمیشه. برای همین مکتب بچه‌ها که استادی عزیز گفتم، در نوبت اول من خودم نصیحت میکنم، در نوبت اول خودم رو نصیحت و در نوبت دوم همه حاضرین پدر و مادرانی که اینجا حضور دارم، همیشه در علاقه باشید، همیشه سر بزنید، همیشه نظارت کنید، فرزندان به تربیت نمانند، به علم نمانند. دور نمیره اون کشوری نزدیک ما و شما، جمهوری اسلامی افغانستان، یکی از 40 چند سال است که همیشه ترکیش است و بدبختی است و نارامی، حتی که مسجدها ترک کردن. یعنی برای چی؟ و خاطری که مردم، اکثریت کلی مردم نه سواد خواندن نه سواد نوشتن ندارن. مردم که به سواد ماندگی هستند، هر دشمنی داخلی و خارجی میآید یک گروه تأسیس میدهد، یک کاری میکند و اون غرضهای شومش را در اونجا پیاده میکند. برای همین من زیاد گفتم، عذر میخواهم و در اخیر از خداوند عزوجل آرزو و تمنا و التجا با دعا میکنم که همه شما و فرزندان شما رو خداوند عزوجل سبب روشنایی چشم، افتخارتان در دنیا و آخرت بگردانم و همیشه عصای دست، عصای مستحکمتون و کامیابی و سعادتتون در دنیا و آخرت برایتون باشد فرزندان. و کامیابی انسان وابسته است به تلاش خود انسان است. انسان وقتی که سعی تلاش میکند، خداوند عزوجل حتمی کامیاب میکند. خداوند میگوید استعیذ بالله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند هیچ انسانی رو یا هیچ جمعیت و جامعه و کشور و ملت و دولت رو به سعادت نمیرساند مگر اون سعی تلاش کند. برای همین سالخورده‌ها همیشه میگویند که بچه‌م، خداوند گفته است که از تو حرکت از من چیست؟ از من برکت.
همین همیشه در حرکت باشید، در عبودی، در عرومی کشور سهم داشته باشید. هر یک انسان میتواند سهم داشته، یعنی اشتراکی که میگن از نور چمده این گپ بیهوده نیست. در عرومی و آسودگی و از خداوند عزوجل آرزو تمنا و دعا میکنم که این درگاه رو مبارک‌تر، یعنی حوزه یک علمی آداب و اخلاق و علم و معرفت و فرهنگ و سعادت بگردان.